سلام و عرض ادب دارم خدمت دوستان عزیز. بخش 23 الگوهای هارمونیک در تئوری آرسای بم رو میخوایم با هم دیگه از روی کتاب بخونیم و ببینیم که چه الگوهایی رو میتونیم در این تئوری استفاده کنیم. خب فصل 17 هم هستیم، صفحه 231 کتاب، برای الگوهای هارمونیک در آرسای بم سعودی. مقدمه این فصل چیز خاصی نداره، در واقع توی 2 خط خدمت شما خلاصه کردم. قبل از بیان هر گونه مطلبی ضروری است که به خاطر داشته باشید خط افقی رسم شده بر اساس نقطه کف کندل محرک RSI بم به عنوان خط حمایت حداقلی به کار برده می شود. گرچه 2 تراز 1/13 و 1/618 نواحی مناسبی برای RSI بم محسوب می شوند، اما پس از تکمیل تئوری می توان با اطمینان بیشتری در شکست حمایت ترسیم شده معامله. توی این کتاب 7 الگو رو برای استفاده در تئوری RSI بم نویسنده کتاب توضیح داده که اینجا خدمت شما نوشتم و مشاهده میکنید. الگوی پروانه است، خفاش نوع 2، خفاش استاندارد، گاتلی، الگوی 05 یا 05 سعودی، خرچنگ سعودی و خرچنگ عمیق سعودی. حالا تک تک ببینیم که به چه صورته و از هر کدوم هم یک مثال با هم میبینیم. با بررسی های انجام شده توسط آقای کارنی مشخص شده که در اکثر مواقع یک الگوی پروانه سعودی در نقطه 1/13 RSI بم تشکیل میشه. با توجه به اینکه یکی از ترازهای ناحیه PRZ الگوی پروانه سعودی تراز گسترش یافته 1/272 هست، لذا نقطه تکمیل الگو کمی پایین تر از خط 1/13 ما قرار میگیره، ولی چندان در روند کار ما خلالی پیش نمیاره و مشکلی ایجاد نمیکنه. نکته مهمی این که در الگوی فوق به تشکیل ساختار مختلف در ابتدا و بعد تشکیل ساختار پیشرو در انتیکاتور باید توجه کنیم. خب اگر این یک الگوی پروانه باشه که دیگه من نسبت‌های فیبوناچیش رو اینجا ننوشتم، شما با شکل پروانه آشنا هستید به چه صورت، نسبت‌های خاص خودش رو داره که خب مهم برای ما گسترش بازوی XA هست که میشه 1/27 و بعد بقیه محاسبات رو انجام میدیم و این ناحیه PRZ رو تشخیص میدیم. خب مگر در حینی که شما ناحیه PRZ رو تشخیص دادید و منتظرید که قیمت به ناحیه PRZ برسه، بعد به این نکته توجه کنید که شروع الگوی ما در ساختار مختلط اندیکاتور بوده، همینطور که اینجا مشاهده میکنید، و بعد شما میاید کندل محرک رو پیدا میکنید روی شکل و بعد از اینکه PRZ رو تشخیص دادید منتظر میشین که اندیکاتور دوباره به سمت در ناحیه افراطی و فروش برگرده و در اونجا یه ساختار پیشرو برای ما تشکیل بده. به این صورت PRZ ما قوی تر میشه و تاییدیه بیشتری برای ورود به معامله داریم. و اگر بخوایم در یک مثال ببینیم، مثلا یورو به دلار نیوزلند تایم فریم 5 دقیقه است. شما یه الگوی پروانه رو اینجا مشاهده میکنید که نقطه دی روی سطح 1/27 قرار گرفته. خب نقطه X از ساختار مختلط اندیکاتور شروع شده. نکته مهمی که در درس قبلی با هم دیگه خوندیم که حتما نماگر اندیکاتور باید یک بار خط 50 RSI رو تست کنه و میبینیم که اینجا به خط 50 رسیدن یه مقدارم ازش گذر کرده که مهم نیست، مهم اینه که حتما به این خط برسه. حالا چقدر عبور بکننش مشکلی برای ما ایجاد نمیکنه، ولی عبور نکردنش
این تئوری رو فیل میکنه. خب مشاهده میکنید که ما پیارزد رو اینجا پیدا کردیم و وقتی که قیمت به ناحیه پیارزد میرسه، اندیکاتور وارد ناحیه اشباع فروش میشه و یه ساختار پیش رو تشکیل میده و بعد دوباره قیمت برمیگرده و یک روند صعودی به خودش میگیره. توجه به واگرایی بین قیمت و اندیکاتور در این الگو مهمه. توجه به تاچ کردن خط 50 در اندیکاتور برای تمام الگوهایی که از این تئوری میخوایم استفاده کنیم درشون مهمه. ما کندل محرک رو اینجا پیدا کردیم و لوش رو علامت زدیم، یک خط افقی کشیدیم و از اینجا به بعد منتظریم که الگوی RSI بم ما شکل بگیره و طبق این الگو بریم جلو. حالا اینجا مثلا 50 دقیقه است، میگم 50 دقیقه ببخشید 5 دقیقه است. خب در 5 دقیقه سود خودش که 5 دقیقه ای هست رو به ما داده. مثلا اینجا آمده و توی نمودار هم اگر نگاه کنید مثلا تا نقطه C رسیده و بعد دوباره یه حرکت نزولی داشتیم، ولی در تایم فریم 5 دقیقه خب سود 5 دقیقه همینقدره. اگه شما تایم فریمتون رو بالاتر بگیرید، مثلا در تایم فریم روزانه یا 4 ساعته یک الگوی هارمونیک پیدا کنید که بتونید ازش در تئوری RSI بم استفاده بکنید، سودی که به شما میده قطعا خیلی سود فوق‌العاده و زیادی خواهد بود. الگوی بعدی الگوی خفاش نوع 2 در نقطه تایید 1.13 RSI بم. الگوی خفاش نوع 2 متداولترین الگوییه که دقیقا در تراز 1.13 برگشت میکنه. در الگوی فوق هم به تشکیل ساختار مختلف در ابتدا و بعد تشکیل ساختار پیشرو در اندیکاتور باید توجه کنید. این یک الگوی خفاش نوع 2 هست که در واقع سطوح فیبوناچی خودش رو داره. شما سطوحش رو بلدید، میدونید چیه، ولی اون چی که مهمه بازوی XA هست که فیبوناچی گسترشی اگه بندازیم سطح 1.13 برای ما مهمه. مجدد مشاهده میکنید که نقطه X در ساختار پیشرو اندیکاتور در ساختار مختلف اندیکاتور تشکیل شده، سطح 50 تاچ میشه و بعد پیارزد ما در جایی تشکیل میشه که اندیکاتور وارد ناحیه پیارزد میشه و یه ساختار پیشرو تشکیل میده و بعد یک روند صعودی خواهیم داشت. یعنی اینجا با تایید بیشتری میتونیم وارد معامله بشیم. حالا اگر مثالی هم بخوایم از این ببینیم، در یورو به دلار استرالیا در تایم 1 ساعته یک الگوی خفاش نوع 2 داریم که میبینید اگر بازوی XA رو فیبوناچی اکستنشن بندازیم دقیقا بر روی 1.13 قرار میگیره. خب نقطه X ما در ساختار مختلف اندیکاتور تشکیل شده، خط 50 تاچ شده و وقتی که بازوی CD میخواد به سمت پیارزد ما حرکت بکنه، میبینید که یک وارد ناحیه در واقع بیش فروش شده، از خط C کمی گذر میکنه ولی نمیتونه کف پایین تر تشکیل بده. بنابراین واگرایی رو شما اینجا مشهوده میبینید و بعد هم ساختار پیش رو داریم و صعود قیمت. این خط هم خطی هستش که برای کندل محرک در نظر گرفتیم. لو کندل محرک رو اینجا در نظر گرفتیم. با شکست لو کندل محرک انتظار داریم که ساختار ما در واقع پیارزد ما در ناحیه 1.13 RSI بم تایید بشه و بتونیم در اونجا معامله خوبی رو انجام بدیم. الگوی بعدی الگوی خفاش استاندارد پیش از نقطه تایید 1.13 انجام میشه. الگوی خفاش استاندارد رو شما میدونید که سطحی که تشکیل میداد در واقع پیارزد ما
در 78.6 بود فکر میکنم، یا نه ببخشید در 88.6% موج XA بود. بنابراین نقطه D از X نمیگذشت و بالاتر بود. در نتیجه در این ساختار احتمال دیدن واگرایی خیلی کمه، اصلا قابل مشاهده نیست. شاید الگوی خفاش از جمله الگوهای هارمونیکی است که نقطه تکمیل الگو قبل از نقطه تایید 1.13 RSI بم تشکیل میشه. زمانی میتوانیم از تشکیل این الگوی خفاش استاندارد مطمئن باشیم که اندیکاتور RSI همزمان با ورود قیمت به ناحیه PRZ الگو بتواند ناحیه اشباع فروش را با همون شرایط گفته شده تست کند. شرایط گفته شده همون تاچ کردن خط 50 اندیکاتور هست، شروع از یک ساختار مختلط و بعد ورود اندیکاتور به یک ساختار پیشرو در ناحیه بیش فروش یا خط زیر 30 ما و بعد هم صعود قیمته که اینطوری ناحیه پیارزد ما به قولی تایید قوی تری به همون میده. یک مثال هم از این ببینیم. دلار استرالیا به دلار آمریکا در تایم 15 دقیقه نقطه X ما از ساختار مختلط اندیکاتور شروع شده. همینطور که میبینید XA رو داریم، بازوی AB BC، کندل محرک رو در اینجا داریم. اینجا RSI از ناحیه بیش فروش خارج شده توسط این کندل، بنابراین لوش رو در اینجا در نظر میگیریم و بعد منتظریم که این لو توسط قیمت شکسته بشه و توری RSI بم ما شکل بگیره. خب شما همینطور که مشاهده میکنید این ناحیه PRZ ما بوده، اندیکاتور وارد ناحیه بیش فروش شده و یک ساختار پیش رو تشکیل داده و بعد صعود قیمت رو در اینجا مشاهده میکنید. الگوی دیگه الگوی گارتلی هست که اون هم پیش از نقطه تایید 1.13 است. دلیلش اینه که در الگوی گارتلی سطح در واقع نقطه دی ما در محدوده 78.6% موج XA تشکیل می شود. بنابراین مسلماً از نقطه تایید 1.13 بالاتره و در این الگو هم واگرایی مشاهده نمی کنیم. الگوی گارتلی صعودی نیز همانند الگوی خفاش از جمله الگوهای هارمونیکی است که نقطه تکمیل الگو قبل از نقطه تایید 1.13 RSI بم تشکیل میشه. همانند خفاش زمانی میتوانیم از تشکیل الگوی گارتلی مطمئن گردیم که اندیکاتور RSI همزمان با ورود قیمت به ناحیه PRZ الگو بتواند ناحیه اشباع فروش را با شرایط گفته شده تست نماید. در الگوی فوق به تشکیل ساختار مختلط در ابتدا همونطوری که اینجا مشاهده میکنید و بعد تشکیل ساختار پیشرو در اندیکاتور توجه بکنید، همونطوری که در این شکل مشاهده میکنید. خب این یه الگوی گارتلی هست. نقطه X ما از ساختار مختلط اندیکاتور شروع میشه، خط 50 رو تاچ میکنه، PRZ رو قبلا پیدا کردیم، با گذر نقطه B میریم شروع میکنیم به PRZ رو پیدا کردن و منتظریم همینطوری که قیمت داره به PRZ میرسه اندیکاتور وارد ناحیه اشباع فروش بشه مجدد و بعد در اونجا یک ساختار پیش رو تشکیل بده و PRZ ما تایید بشه و ما بتونیم با قدرت بیشتری وارد پوزیشن بشیم. این هم یک مثال از الگوی گارتلی در تایم 4 ساعته پوند انگلیس به ین ژاپن. یه ساختار مختلط اینجا داریم. نقطه X ما اینجاست ABCD که سطوح فیبوناچیش رو اندازه بگیریم یک الگوی گارتلی واسه ما تشکیل میده. خب ما سطح PRZ رو تشخیص دادیم. این هم لو کندل محرک ماست که حتی قیمت به لو کندل محرک میبینید نمیرسه. سطح 50 RSI تاچ شده، قیمت همینطور که داره به ناحیه PRZ و نقطه تشکیل دی ما میرسه.
اندیکاتور وارد ناحیه اشباع فروش میشه، یک ساختار پیشرو تشکیل داده و بعد تغییر روند قیمت رو در اینجا مشاهده میکنید. میبینید که تایم فریم 4 ساعته است و این روندی که اینجا تشکیل شده یک سود خیلی خوبی رو عاید شما میکنه. استفاده از این تئوری RSI BAM یه مزیت داره. مزیتش اینه که شما برای اینکه الگو رو بتونید پیدا بکنید، خب در ابتدا میرید روی اندیکاتور مثلا هی چپ و راست میکنید تا بالاخره تایم فریم رو عوض میکنید تا بالاخره یه ناحیه اشباع فروش رو پیدا کنید که ساختار مختلف تشکیل شده. این میشه نقطه X شما. حالا ببینید در اونجا مثلا الگوی هارمونیک تشکیل شده یا نه. اگر تا قبل از این موضوع ما اصلا به اندیکاتور RSI کار نداشتیم، یعنی توی چارت ها باید به دنبال الگوی هارمونیک میگشتیم، بعد چشممون عادت میداشت به شکل و شمایل الگوهای هارمونیک که بتونیم یک الگوی هارمونیک رو تشخیص بدیم. حالا مزیت استفاده از این روش حداقل اینه که شما فیلتر میکنید، یعنی هر جایی که یک ساختار مختلف دیدید خواه نخواه ذهنتون میره بر روی یک الگوی هارمونیک و ببینید که آیا الگوی هارمونیک تشکیل شده یا نه. اگر الگوی هارمونیکی شما دیدید که داره تشکیل میشه یا تشکیل شده، بعد میرید حالا نقطه D رو پیدا میکنید، محدوده PRZ رو پیدا میکنید و وای میسه که دوباره اندیکاتور مثلا اون ناحیه رو ببینید چجوری قیمت اندیکاتور چه رفتاری دارن و چجوری اون ناحیه تاچ میشه. یه مقدار از این بابت کار راحت تره، ولی ایرادش اینه که چون این فیلتر خیلی قویه، الگوهای خیلی کمی رو شما میتونید پیدا بکنید، چون باید دائم منتظر یک ناحیه پیش فروش باشید که یک ساختار مختلف در ابتدا تشکیل شده باشه. با این که کم الگو رو شما میتونید پیدا بکنید، ولی در عوض یک خوبی که داره اینه که احتمال ضرر کردنتون و فیل شدن الگو در این تئوری خیلی کمتر از حالتهای قبلیه که استفاده میکردیم. به هر حال هر تئوری، هر سیستمی یه سری مزیت‌های خودشو داره، یه سری معایب خودشو داره. این هم مزیتش ورود مطمئنه. یکی از عیب‌هاش کم پیش آمدن و کم تشکیل شدن الگو به این صورته. ولی اگر الگویی رو تشخیص بدید، مثلا در تایم فریم های بالا، سود خیلی خوبی عایدتون میشه. خب الگوی 05 یا 05 سودی در نقطه تایید 1.13 RSI BAM الگوی بعدیه. الگوی 05 سودی احتمالاً از جمله مشکل و سخت‌ترین الگوهای هارمونیکی است که با RSI BAM مشارکت می‌کند. دلیل این دشواری این است که این الگو در یک فاصله نسبتاً دور از گسترش 1.13 RSI BAM تکمیل می‌گردد. در هر حال بایستی توجه داشته باشید که در اینجا نیز بایستی تکمیل الگو با تایید RSI BAM همراه گردد. در الگوی فوق نیز به تشکیل ساختار مختلف در ابتدا و بعد تشکیل ساختار پیشرو در اندیکاتور توجه داشته باشید. خب الگوی 05 رو خاطرتون هست که شکلش به چه صورت بود. یه بازوی 0x داشتیم، از با نقطه 0 شروع میشد، بازوی XA بود، AB extend XA بود، بنابراین از X گذر میکرد و بعد BC بلندترین موج این الگو بود، یک الگوی دو سویه یا الگوی معکوس AB مساوی با CD داشتیم و در نهایت نقطه D ما، ناحیه PRZ ما 50% بازوی BC بود. خب میبینید که تا 1.13 خیلی فاصله داره، ولی در این حال شرط استفاده از این الگو همون شرط قبلیه، یعنی یه ساختار مختلف در ابتدا، تا شدن خط 50 اندیکاتور و بعد ورود قیمت به ناحیه PRZ همراه با ورود اندیکاتور به ناحیه اشباع فروش و تست مجدد اون ناحیه
و تشکیل یک ساختار پیشرو. خب این الگو چون واقعا خیلی کم توی بازار پیش میاد، من دیگه ازش مثالی نتونستم پیدا کنم، در واقع خیلی نتونستم وقت بذارم روش و مثالی از بابتش پیدا بکنم. الگوی بعدی الگوی خرچنگ سعودی در نقطه تایید 1.618 RSI BAM هست. با بررسی های انجام شده مشخص شده که در زمانهایی که بازار حرکت رو به پایین بیشتری انجام می‌دهد، یک الگوی خرچنگ سعودی در نقطه تایید 1.618 RSI BAM تشکیل می‌گردد. در الگوی فوق به تشکیل ساختار مختلف در ابتدا و بعد تشکیل ساختار پیشرو در اندیکاتور توجه کنید. خب این یک الگوی خرچنگ سعودیه که همه دیگه الان با شکلش آشنا هستیم و ناحیه PRZ ما، این ناحیه در سطح 1.618 فیبوناچی XA یا 161.8% موج XA تشکیل می شد که دقیقا منطبق میشه با نقطه تایید 1.618 RSI BAM. در این الگو هم ابتدا ساختار مختلط رو داریم، تاچ شدن ناحیه 50 رو داریم و بعد همینطوری که قیمت به ناحیه PRZ، محدوده PRZ که تشکیل شده یا تشخیص دادین داره ورود میکنه، اندیکاتور هم باید به ناحیه بیش فروش نزدیک بشه و بعد یک واگرایی در اونجا میبینید و در نهایت برگشت قیمت رو داریم. مثل این شکل برای نماد طلا در تایم 1 ساعته یک الگوی خرچنگ سعودی داریم که اگر اندازه های فیبوناچی رو بگیریم، سطح PRZ ما دقیقا 161.8% موج XA هست. واگرایی رو در اینجا مشاهده میکنید، از یه ساختار مختلف شروع شده الگوی ما. کندل محرک ما دقیقا همون کندلی هستش که شروع الگوی ما بوده. تاچ شدن ناحیه 50 اندیکاتور رو در اینجا مشاهده میکنید و بعد همینطوری که قیمت داره به محدوده PRZ شما میرسه، اندیکاتور هم داره به سمت ناحیه C یا ناحیه اشباع فروش نزدیک میشه و اونجا رو تست کنه. حالا جالبی این مثال اینه که در حین تشکیل این الگوی خرچنگ XABCD شما یک الگوی خرچنگ کوچیکتر هم در اینجا مشاهده میکنید که اون هم PRZش منطبق میشه با نقطه D، یعنی یه تایید هم اینجا داریم و یه خب دو تا ناحیه PRZ وقتی با هم منطبق بشن یه تایید خیلی قوی به شما میدن. حتی همین هم شما اینجا میتونید یک الگوی RSI BAM در نظر بگیرید. یه ساختار مختلف اینجا داریم، خط 50 ما در اینجا تست شده و بعد همینطوری که قیمت داره وارد ناحیه PRZ میشه، اندیکاتور هم به خط C ما رسیده، اون رو تاچ کرده، واگرایی تشکیل شده و بعد هم صعود قیمت رو داریم. این هم یک نمونه از مثال هایی که جزو مثال های خیلی قشنگ بود و میشد مثلا دو تا الگوی هارمونیک رو در دل هم دید که یک ناحیه PRZ قوی تری رو تشکیل میده و خب تایید قوی تری داره و با خاطر جمعتر میشه وارد پوزیشن شد و سود بیشتری رو گرفت. چرا سود بیشتر؟ چون شما وقتی دو تا ناحیه PRZ بر هم منطبق بشه و این الگوی RSI BAM هم تایید بده به ناحیه PRZ شما، خب با حجم بیشتری وارد معامله میشین و سود بیشتری هم متناسبا میبرین. الگوی آخر الگوی خرچنگ عمیق سعودیه در نقطه تایید 1.618 که این هم همون توضیحات رو داره. الگوی خرچنگ عمیق سعودی فرقش با الگوی خرچنگ دیگه الان میدونید چیه. در الگوی خرچنگ بی شما در 38.2 الی 61.8 بود فکر میکنم، ولی در الگوی خرچنگ عمیق سعودی نقطه بی ما دقیقا بر روی 88.6% موج XA واقع میشد.
یعنی کمی سطحش پایین تر بود. در هر حال این هم به همون صورته. نقطه شروع الگوی هارمونیک ما از یک ساختار مختلف شروع میشه، سطح 50 رو تست میکنه. ناحیه PRZ ما وقتی قیمت داره بهش نزدیک میشه، اندیکاتور هم وارد ناحیه بیش فروش میشه، اونجا رو تست میکنه، یک ساختار پیش رو تشکیل میده. یک واگرایی شما در اندیکاتور و قیمت مشاهده میکنی و در نهایت برگشت قیمت. این هم یک مثال برای دلار نیوزلند به ین ژاپن در تایم فریم 4 ساعته که میبینید اینجا XAB تا سطح 88.6 رسیده، C و D 161.8 XA هست. X ما از ساختار مختلف شروع شده، خط 50 رو تست کرده، ازش گذر هم کرده که هیچ ایرادی نداره. این کندل محرک ماست که با گذر قیمت از خط افقی که از لو کندل محرک رسم کردیم منتظر تایید تئوری RSI بم هستیم. قیمت وارد ناحیه PRZ که میخواد بشه، اندیکاتور وارد ناحیه اشباع فروش میشه و یک ساختار پیش رو تشکیل میده و در نهایت با تشکیل این واگرایی قیمت یک صعود خیلی خوبی رو انجام میده. خب دوستان، این هم از الگوهای هارمونیک که در تئوری RSI بم سعودی میتونستیم استفاده کنیم. این الگوهایی هست که داخل این کتاب مطرح شده و غیر از این الگوی دیگه رو نیاورده. حالا ما میتونیم یا با همین الگوها بسنده کنیم یا اینکه شما بیاد و این تئوری رو توسعه بدید، این استراتژی رو برای خودتون و الگوهای دیگر رو هم در کنارش بررسی کنید، ببینید آیا جواب میده یا نه. الگوهای خیلی زیادی داشتیم، الگوهای دست الگوهای ریتریسمنت AB، اکستنشن AB و اکستنشن XA بود که تعداد الگوهامون فکر میکنم هولوش مثلا 40-50 تا بود. بنابراین شما میتونید این الگوها رو توی بازار تست بکنید و ببینید آیا با این تئوری جوابگو هست یا نه و استراتژی خودتون رو توسعه بدید. فکر میکنم حداقل برای تمرین هم اگر این کار رو انجام بدید ضرر نمی کنید. اگر جوابش مثبت بود که خب فبا مراد سود خیلی خوبی میکنید، اگر جوابش منفی بود ضرر نکردید، حداقل 40-50 تا تمرین انجام دادین روی چارت های مختلف، تایم فریم های مختلف و بررسیتون کاملتر شده و با دل قرص‌تر میتونید از این تئوری استفاده کنید. خب دوستان، امیدوارم مثل همیشه شاد و خوشحال و سرحال باشید تا فصل بعدی و بررسی، اجازه بدید ببینم چی هست داخل کتاب، بررسی RSI بم نزولی صفحه 253 فصل 18 هم. تا شروع این بخش همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم و شاد و موفق باشید. خدا نگهدار.